قوم یأجوج و مأجوج کیستن؟ چطور قومی هستن؟ از آدمیزاد هستن یا جنیان؟ یا شاید قومی متفاوت هستند؟ در حدیث‌های پیامبر از صدها علامت در رابطه با زمان وقوع آخرالزمان و چگونگی آن خبر داده شده. رخ دادن علائمی که 14 قرن پیش پیامبر از آنها خبر دادند. در عصری که زندگی می‌کنیم مژده‌ای برای مؤمنانی است که عصرهاست منتظرش هستند. یکی از این مژده‌های آخرالزمان ظهور دوباره سفیر مبارک خداوند یعنی عیسی مسیح به روی زمین و همراه شدنش با ناجی قرن 21 یعنی حضرت مهدی علیه السلام برای از بین بردن فتنه دجال و حکم فرما کردن اخلاق اسلامی روی زمین می باشد. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو را لایک کنید. موضوعی که در این ویدیو روش تمرکز خواهیم کرد یأجوج و مأجوج که پیامبر اونها رو یکی از علائم آخرالزمان خواهند خوند. اینکه کیستند و چه زمانی به میان خواهند آمد و به چه شکل از میان برداشته خواهند شد عصرهاست مورد بحث است. تا به امروز در مورد یأجوج و مأجوج کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی نوشته شده، اما در مورد یأجوج و مأجوج که در کتاب مقدس مسیحیان یعنی انجیل و کتاب مقدس یهودیان تورات گوک و مگوک خوانده شده است، درست‌ترین اطلاعات را از حدیث‌های پیامبر و آیه‌های قرآن و اثرهای با ارزش علمای اسلام می‌توانیم به دست بیاوریم. سدی که حضرت ذوالقرنین در گذشته ساخت مانع خرابکاری یأجوج و مأجوج شد. سوره کهف آیه 94 در مورد یأجوج و مأجوج چنین می‌فرماید: گفتند که طائفه یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می‌کنند. آیا حاضری پولی از ما بگیری و میان ما و آنها سدی ایجاد نمایی؟ در آیات قرآن از یأجوج و مأجوج به عنوان قومی که در زمین فساد می‌کنند یاد می‌شود، چرا که یکی از علمای سرشناس در یکی از کتاب‌هایش یأجوج و مأجوج را اهل غارت و فسادگر و برهمزن خوانده است. سوره کهف آیه 95 و 97 می‌فرماید: آنچه پروردگارم در آن به من قدرت داده از کمک مالی شما بهتر است، پس مرا با نیروی کمک کنید تا میان شما و آنان سدی محکم بسازم. پاره‌های آهن را برای من بیاورید. تا آنگاه که میان دو کوه با انباشتن پاره‌های آهن برابر شد، گفت بدمید تا وقتی که آن را مانند آتشی گرداند. گفت مثل گداخته و آب شده بیاورید تا روی آهنانم بریزم. پس با ساختن این دیوار آهنی یأجوج و مأجوج نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند در آن رخنه‌ای پیدا کنند. همانطور که در آیات اشاره شده حضرت ذوالقرنین قومی را که از او کمک خواسته بودند با سد مستحکمی که در بین دو کوه برایشان ساخت یاری کرد. سد محکمی که ذوالقرنین برای قوم ظالم و فاسد یأجوج و مأجوج ساخت جلوی ظلم و فساد آن قوم را گرفته بود. در سوره انبیا هم چنین اشاره شده. ذوالقرنین گفت فروپاشیدن و خراب شدن سد یکی از نشانه‌های آخرالزمان است. در این آیه‌ای از سوره کهف هم از زمان آینده می‌گوید. یأجوج و مأجوج به عنوان یکی از نشانه‌های آخرالزمان یاد می‌شوند. آنطور که در سوره کهف اشاره شده قبل از قیامت سد ذوالقرنین خراب می‌شود. ذوالقرنین گفت که این لطف و رحمتی از خدای من است و آنگاه که وعده خدای من فرا رسد آن سد را متلاشی و هموار با زمین گرداند و البته وعده خدای من محقق و راست است. حالا در اینجا چیزی را می‌خواهیم مشخص کنیم. در اینجا ممکن است یأجوج و مأجوج از نسل آدمیزاد و یا از جنیان تصور شوند و یا مخلوقی باشند که در زمانی بین انسانها و جنیان آفریده شدند و یا ترکیبی از جامعه جنیان و تمدن انسانها باشند و یا شاید مخلوطی از انسان و جنیان باشند. این هنوز مشخص نیست، اما اگر هنوز از سد آهن و مس نمیتوانند رد شوند، میتوانیم نتیجه بگیریم آنها در این دنیا و یا دنیای متفاوت هستند. اما از نظر علما آنها در معدن زیرزمینی بین دو کوه در این دنیا که ممکن است کیلومترها زیر زمین باشند هستند. تنها جایی که اونها میتوانند خارج شوند کوهی است که ذوالقرنین از آهن و مس ساخته. در مورد فرو ریختن سد ذوالقرنین روایات زیادی وجود دارد.
از نظر علما وجه مشترک این روایت این است که در همه اونها فرو ریختن سد ذوالقرنین یکی از نشانه‌های قیامت دانسته شده. یکی از علمای سرشناس اعتقاد داشته وقتی امر الهی نازل شود سد خراب خواهد شد و این اتفاق علامت آخرالزمان است. آنطور که در قرآن اشاره شده وقتی سد خراب شود قوم یأجوج و مأجوج از هر تپه‌ای سرازیر می‌شوند. اگر قرار است از هر تپه‌ای سرازیر شوند چرا ذوالقرنین فقط یک تپه را مسدود کرده بود؟ پس در واقع یک تپه با هزاران و یا میلیاردها مخلوق خواهد بود، یعنی 2 برابر جمعیت انسانها. وقتی سد باز شد قوم یأجوج و مأجوج از هر تپه‌ای سرازیر می‌شوند. وعده حق به واقعیت پیوسته. در این لحظه چشمان منکران از کاسه بیرون خواهد زد. خواهند گفت ای وای بر ما، بیگمان از این حقایق در غفلت بودیم، بلکه ستمکار بودیم. در این آیه خداوند چنان معنایی القا می‌کند که وقتی انسان‌ها آنها را می‌بینند گروه گروه به اسلام و مسلمانی می‌شتابند. در آیات به مضامینی چون وعده‌های حق به واقعیت پیوسته و نزدیک بودن آخرالزمان اشاره می‌شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی فرمودند تا این علامت‌ها ظاهر نشود قیامت رخ نمی‌دهد. طلوع خورشید از غرب، دبه، یأجوج و مأجوج، دود سیاه، ظهور عیسی پسر مریم و 3 زلزله بزرگ. حالا به یک تاریخ قدیمی برویم. مغول‌هایی که در قرن 13 یک امپراتوری بزرگ تشکیل داده بودند، وحشی‌ترین و بی‌رحم‌ترین ارتش جهان شناخته شدند. این ارتش تشکیل شده از مغول‌ها و تاتارها به سلطنت چنگیزخان و بعدها پسرش جنایات بسیاری در تاریخ مرتکب شدند. آنطور که در منابع تاریخی آمده آنها جامعه‌ای بودند که هر چه را در مقابلشان می‌دیدند نابود و غارت کرده و هر کسی را چه کودک و چه زن و چه پیر سلاخی می‌کردند. وقتی به خاک ایران و ترکیه پا گذاشتند صدها هزار انسان رو به قتل رسوندند. تمام مدارس و کتابخانه‌ها و مساجد مناطق تحت تصرفشون رو به آتش کشید و نابود کردند. تمامی آثار هنری بخارا و سمرقند و هرات رو به غارت بردند. به روایت تاریخ در بعضی از شهرها میلیون‌ها انسان رو، حتی گربه‌ها و سگ‌ها و تمام جونداران رو تارومار کردند. به روایت حدیث‌های مربوط به آخرالزمان خروج دجال هم که بدی‌ها رو روی زمین حکم فرما کرده و انسان‌ها رو از دین جدا و به سمت پلیدی‌ها سوق داد و مسبب آشوب و فساد می‌شود، از علائم آخرالزمانه. جنگ‌ها و کشتارها و آشوب‌هایی که در دنیا به ویژه جهان اسلام می‌بینیم یکی از نشانه‌های آخرالزمانه. در حدیثی اومده در اون زمان فتنه‌ها، آشوب‌ها و انقلاب‌های زیادی میشه و انسان‌ها همدیگر رو می‌کشن و خودکشی‌های زیادی میشه و زمین رو بلاها فرا می‌گیرن. دجال و یأجوج و مأجوج چطور از بین میرن؟ در این لحظه دجال که دشمن خداست وقتی عیسی مسیح رو میبینه همونطور که گرد و خاک در آب حل میشه حل شده و از بین میره. وقتی دجال فتنه پراکنی میکنه خداوند پسر مریم عیسی مسیح رو میفرسته. هر کافری که مسیح رو میشناسه مطلقاً نابود میشه. عیسی در نزدیکی بیت المقدس با دجال روبرو میشه و اون رو نابود میکنه. خب یأجوج و مأجوج چطور از بین میرن؟ خداوند دبة الارض رو برای یأجوج و مأجوج مسلط میکنه. دبت در عربی به معنای حیوان و جاندار است. اسمی از ریشه دبت است. دبت به آرام راه رفتن و پیچ و تاب خوردن گفته می شود و برای حیوانات و حشرات استفاده می شود. به گفته سوره سبع آیه 14 دبة الارض باید کرم درختان باشد که استخوان انسانها را مثل درخت جویده و در وجود انسان تا دندان و ناخن نفوذ خواهند کرد. خداوند متعال میگوید آن دبت یک نمونه است، چون اگر کاملا یک شخص بزرگ باشد به هر جا و هر کسی نمیرسد. پس یک طایفه حیوانی و وحشتناک خواهد بود. در نتیجه از میان برداشته شدن فتنه دجال و یأجوج و مأجوج توسط عیسی مسیح مژده‌ای بسیار بزرگ برای اهل ایمان است. پیامبر در حدیثی فرموده مؤمنان و حضرت عیسی بعد از یأجوج و مأجوج سالها زندگی خواهند کرد. عصری پر از صلح و آرامش و اعتماد خواهد بود. با اذن خداوند یأجوج و مأجوج و دجال نمیتوانند مانع وعده خداوند شوند. تمام دنیا رو در نهایت نور خدا فرا خواهد گرفت. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو رو نشان بدهید.
برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر.